سلام. میخوام با هم دیگه بریم یه برنج مجلسی درست کنیم. ابتدا برنج رو خیس میکنیم تا 2-3 ساعت خیس بخوره. بعد آب برنج رو میذاریم تا جوش بیاد. برنج رو داخل قابلمه میریزیم و درش رو نیموا میذاریم. وقتی که جوش آمد، راز خوشپخت بودن برنج اینه که کف روی برنج رو بر میداریم تا خوب جوش بیاد. بعد برنج رو خالی میکنیم داخل سبد و میریم سراغ یه ته‌دیگ خوشمزه. سیب زمینی ها رو میتونین روی سیب زمینی ها زعفرون بریزین، هم میتونین با زردچوبه قاطی کنین و کف قابلمه اونا رو میچینیم و برنجمونم روی اون میریزیم. حالا با کفگیرمون چند تا سوراخ روی برنجا میزنیم و روغنمونم میریزیم روی برنج. حالا یه مقداری زیره پلویی میذاریم و دمکنی رو میذاریم. میریم برای سرو این برنج خوشمزه. اینم یه برنج خوشمزه با ته‌دیگ سیب زمینی. لطفاً لایک یادتون نره.